به خاطر یک شام خوشحالی شما عزیزان آمده است هنرمند محبوب و دوست داشتنی، آنی که صمیمانه می سراید، آنی که عارفانه می سراید، آنی که عزیزان عاشقانه و تاجیکانه می سراید، بلبل این سرزمین زیبا، عزیز دلها دوران اسدالله می سراید. مرا با استقبال می گیرم عزیزان. سردوی رقصی میخونیم مرحمت همه شما رو برسان.